ما دیدیم که پژوهشگران به ما نشون دادن امروز در جاهای مختلف دنیا کودکانی که به سن مدرسه رفتن میرسن درصد زیادیشون توانایی‌های زبانیشون در اون حدی که باید نیست و زبانشناسان در جستجوی علت این قضیه بر اومدن و متوجه شدن این بچه‌ها زمانی که به دنیا اومده بودن تا رسیدن به سن مدرسه در محیط غنی زبانی قرار نگرفتن. با انجام دادن مطالعات گسترده متخصصان متوجه شدند که بعد از تولد فقط یک عامل هست که در فراگیری زبان اول اثر بسیار مهمی داره. میدونیم که زبان جایگاهش در بدن انسان مغزه و مغز فقط در بازه زمانی تولد تا حوالی 4-5 سالگی ویژگی‌های خاصی داره. به دلیل این ویژگی‌های خاص مغز محیط مهمترین عامل مؤثر بر فراگیری زبان اوله. زبانشناسان به ما میگن که اگر شما بتونید در این بازه زمانی تولد تا حوالی 4-5 سالگی یک محیط غنی زبانی برای کودک فراهم بکنین، اون وقت میتونین مطمئن باشین که وقتی کودک میرسه به سن مدرسه رفتن توانایی‌های زبانیش نه تنها پایین تر از اون چیزی که انتظار میره نیست، بلکه میتونه حتی یک سر و گردن هم بالاتر باشه.